با نام خدای مهربان سلام. امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت و سر حال هستید و برنامه نوبتی کتابخانه است. ما در صحبت با ما هستند دکتر علوم حقوق کرجان حکیمов. استاد با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. مؤلف صدها مقاله های علمی و ده ها کتاب هستند. استاد بار دیگر با برنامه خوش آمدید. بگویید که امروز چه حال و احوال دارید و زندگی رو چگونه در دوشنبه پس سر میکنید؟ اول تشکر برای دعوت و احساسی صمیمیت و احترام شما و به واسطه اشتراک در برنامه ویژه شما میخواستم که پیام درود خود را به بیننده و شنونده آگاه نیز برسانم. وقتهای اخیر چون بعضی عامل‌های ابجکتیوی و سوبژکتیوی بود، نوبسته از رأی و اراده من بیشتر با موقع فعال شهروندی خود را با فعالیت اجتماعی صرف میکنم و اینچنین مشاهده میکنم و تخیلات های ایجادی خود را نه تنها در شکل مقاله های علمی، اینچنین اشتراک در نشست های بین المللی که بیشترش خصوصیت علمی دارد روانه میکنم و در دایره لایحه ها و برنامه های مشخص با نوشتن کتاب ها با خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی، اینچنین مؤسسات تحصیلات عالی و برای در سطح بلندتر عالمان و محققان با نوشتن مونوگرافی ها نیز مشغول هستند. شما عمر در کار بودید، پروفسور هستید، دکتر هستید و درس هم گفتید زمان در دانشگاه های مختلف. امروز به اندیشتون وضع دانش، مخصوصا دانش‌های حقوقی، در چی سطح هست و شما وضعیت را چگونه می‌بینید؟ با وجود آنکه در کنستیتوسیا و قانونگذاری و اینچنین سندهای خصوصیتی برنامه‌ای داشته در مورد ضرورت اصلاحات جدی در نظام علم و معارف جهت بهتر کردن شکل و طرز و اصول تعلیم گپ می رود، اما تجربه از آن گواهی می دهد که چون محیطی نچندان سالم وجود دارد و رقابت نیست و تاثیر پلیتیزاسیا و ایدئولوژیزاسیا احساس می شد، اولویت به نمایندگان بعضی حزب‌ها داده می شد و آنها بدون ممانعت می توانند حقوق انسانی خود را در تمام شکل‌های فعالیت انتلکتوالی یا ایجادی عملی کنند. بنابراین گفتم ممکن است که تا یک اندازه تأثیر معمای محیط دولتداری معاصر تاجیک و روندهای اجتماعی و سیاسی بدون شک به نظام علم و معارف تاجیکستان نیز رسانده است. بسیاری از عالمان و دانشمندان که از همین منبر صحبت کردن و ما جاهای دیگر هم صحبت کردیم میگن وقتی اخیر کتاب نمیخونن، دلسرد هستن و از علمی که اونا عملی کردن نمیتونن دلسرد شدن، کتاب نمیخونن. شما هم چنین احساس در خود دارید یا نه؟ یعنی از کتاب دور شدید یا پیوسته مطالعه میکنید؟ به فکر من کتاب خواندن چندان مشکل نه، ولی ماهیت و فلسفه و مضمون کتاب را درک کرده در هر شکل ایجادی، نظم و نثر و از جمله علم، بعد کوشش کردن در کار که در کردار و رفتار خود در رابطه با ویژگی های فعالیت عملی کنیم، پس این خوب میشد. لیکن اگر ما بیت های بسیار را ازیاد کنیم، کتاب های خوب بخوانیم و از جمله ادبیات خارجی و محصول زحمت متفکران تاجیک و نویسنده و شاعر معاصر و عالمان را، اما در عمل جهت تطبیق کردن آنها تدریجاً کوشش نکنیم، تناسب میان واقعیت و کردار ما بیشتر میشد و این به منفعت کار نیست. سیاست کادری یا بی‌عدالتی ها جهت رسیدن به آرمان های شهروندان آنها وادار میکند و باعث تأسف است که همین گونه یک تفکر تشکل یافته است که بدون داشتن رابطه های قومی، اولادی، خانوادگی یا استفاده از پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا رسیدن به هدف ها غیر امکان است. از این خاطر موتیواسیون یا هوسمندی در اسکوت کردن نقشه و برنامه های تعلیمی نیست، اما همزمان باید تاکید نمود که نوبسته از تمام معماهای مشکلی ها هستند در قشرهای مختلف اجتماعی جامعه شخصیت ها و شهروندانی که واقعا میخوانند، کوشش میکنند
اما در یک شکل معین اندیشه هایشان را نیز بیان میکنند تا آن سطحی که طوری که در بالا اشاره کردیم یا جرأت دارند یا سطح رابطهشان با سوبیکت های فضای اطلاعاتی و غیره و تا چه اندازه اندیشه های قشر پیشقدم جامعه تاجیکستان در تشکل اندیشه های نو در رابطه با بنیاد دولتی معاصر و موفق تاثیرگذار است این موضوع علاهده. یک زمان یک شبکه معروف با نام دیسرنت یک گروه از بانم عالمان تاجیکان رو عالم تاجیک رو اثردوز اعلام کردن و کاراشون رو دزدی اعلام کردن. شما هم دکتر علم بودید در همین سالها، نمیترسیدید که کار شما هم جای نقص داشته باشد و شما به خودتون اعتماد داشتید و نظرتون به همین موضوع چی است؟ چون برای یک جامعه خیلی شرم‌آور است در صورتی که خودش را صاحب تمدن میدوند، صاحب کتاب میدوند، صاحب علم میدوند، ولی فرزندانش با نام یعنی عالمان با نام فرزندانش با سردوزی متهم میشن. همین موضوع برای شما چی بودم؟ چون یک عالم میخوام از نگاه یک عالم به این موضوع بها بدید. اگر به تجربه کشورهای جهانی معاصر متوجه شویم، مثلا آلمان و غیره، وقتی که همین گونه اطلاعات دسترسی جامعه شد، الکه یا مذاکره پارلمانی دایر نمودن وابسته به نفری که در مقام دولتی کار میکند، فعالیت دارد و این باعث استعفای آنها شد، زیرا که استعفا این هستی و واقعیت مناسبت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بوده است و از واقعا کشورهای متمدن بودن اون دولت‌ها گواهی می‌دهد. اما در تاجیکستان نه یک مذاکره پارلمانی شد، نه یک محاکمه جدی در سطح دولت. این اول است. یا اراده سیاسی وجود ندارد یا همونهایی که با استفاده از اصولهای غیر مشروع و برخلاف فلسفه علم عنوان علمی گرفتند و امروز مقام ها دارند، یگان رابطه با مرکزهای تصمیم قرارها دارند و این باعث تأسف است. دویم، من در نتیجه نبودن محیط مساعد در مسکو دفاع کردم، در شورای دیسرتاسیونی ویژه دانشگاه مسکو و دانشگاه اون بین المللی میگیما و غیره و اینستی دولت حقوقی اکادمی و اون اپنینتوی من، یعنی اونهایی که تقریض نوشتن، گرافسکی، مورونتسف، مارچنکو و غیره ها، این با عالمان ساحه فلسفه حقوق و نظریه دولت و حقوق نزدیک میدانند و شناس هستند. وقتی که مشاور علمی توصیه داد من رد نکردم، زیرا که احتمالیت نوشتن از اینجا و بعضی عملهای ناشایسته وجود داشت در رابطه با موقع شهروندی من و من درک احساس داشتم که پیامد ناموفق بودن من بیشتر افکت میداد در دایره های معین. از این خاطر با درک مسئولیت متوجه شدم و در نتیجه دفاع کردم و اون هم در شکل منوگرافی دسترسی خواننده شد و هم در مسکو نشر شد و با زبانهای نیمسی، فرض کردیم آلمانی ترجمه شد، دسترس شد. از این خاطر من حالا نیز آماده هستم که هر چیزی نوشته من رو بگذار خوانند یا برای بررسی مورد بررسی قرار دهند در کاتدرهای صحوی یا مؤسسه تحصیلات حقوق یا سیاست شناسی و غیره. ترسی ندارید؟ یعنی باور دارید روی چیزی نوشته خودت؟ وقتی که اینجا مانع ایجاد کردن، من مسکو رفتم و باید اقرار شدم که این خوبم شد با وجود بعضی معماهای خصوصی اجتماعی اقتصادی داشتن، اما محیط فرهنگی و علمی مسکو و عموما روسیه در قیاس از تاجیکستان و بیشتری مطلق کشورها واقعا جدی است محیط فرهنگی و علمیش و من با تحت تاثیر آنهای قرار داشتم که آنها فلسفه علم و آداب کسبی را در رابطه با انجام کار انتلکتوالی مقدس احساس میکردند و بدون سیاسی کردن و ایدئولوژی کردن آن موضوعها را خالصانه بررسی می نمودند و اولویت علم از سیاست نیز اثبات میکردند. همین چیزها در خاطر من ماند و من بعد بازگشت به وطن اجدادی نیز کوشش میکنم که ضمن مصاحبه با همکاران شما یا نوشتن دیگر مقاله و کتاب‌های علمی
همین ارزش علم رعایت شود، زیرا که بعد نشر و دسترس شدن آن به خواننده باعث شرم من نگردد. وقتی اخیر چی از خود شما و چی از دیگر نظر یا اونها که نظر میگن اندیشه میگن همیشه درباره فساد در نظام معارف و در دانشگاه سخن است، ولی با وجود این من میبینم شما با برنامه کتاب‌های زیاد آورید و این کتاب‌ها رو نوشتید. اولا بیاید بگویم که شما روی چی باور میکنید مینویسید، این یعنی چی امید دارید و چرا مینویسید؟ اول این رو بگیم و بعدا بگذاریم که چی ها رو نوشتید و مخاطبانتان کی بودند. من اونهایی رو که با یگان سبب و تحت تاثیر یا ضعیفتر بودن اراده سیاسیشان ناس و سیگارت میکشند یا مشروبات مینوشند از جمله پیوه و شامپان و عرق و وینا و کنیاک و غیره محکوم نمیکنم، اما وقتی خالگی خود را با نوشتن همین گونه کتاب‌هایی که با مسئله های مبرم دولتداری معاصر بخشیده شدن صرف میکنم و شاید برای همین هم با اون کارها مشغول نه. یعنی معتاد شدید به نوشتن کتاب؟ بعد با نوشتن کتاب اون موضوعهایی که خالصانه و خودم میخواهم و در زمینه مشاهده ها، اندیشه ها، شنیده ها، خوانده ها و دیده ها اون صمیمی و طبیعی و خواندن باب میشد و نوبسته از آن که چند سال آخر بعدی مدیر کافدره حقوق و مناسبات های بین المللی بودن حقی کار و فعالیت ندارم در مؤسسه تحصیلات عالی و نظام اکادمی علوم تاجیکستان. تقریبا 20 سفر خارجی داشتم، زیرا که امروز تکنولوژی معاصر هست و این ارتباط ما رو با کشورهای متمدن نزدیک میکنن. اونها در نتیجه ما پیشنهاد میکنن اگر برنامه جالب است فشرده گزارش را موافقه میکنیم. وقتی که موافق شد با این بهانه فرصت های سفر خارجی نیز هست و همچنین عالم محقق من نه تنها با اشتراک و سخنرانی در کنفرانس سیمپوزیوم ها محدود میشم، کوشش میکنم که جهت های مثبت دولتداری اونها را آموزم و زمینه اساس و شرط های استراتژی رسیدن به آرمان های ملتشون تا که من بعد چون شکل دولتی ما جمهوری و اساس های ساخت کنستیتوسیونی اون طبق ماهیت دموکراسی دنیوی و اجتماعی یگانه و غیره است در تاجیکستان نیست تطبیق شود. وظیفه عالم هدایت کردن، توصیه دادن و در تشکل افکار درست جمعیتی سهم گذاری است و این موقع فعال شرمنده من شاید باشد. بنابراین وطن دوستی یا ملت دوستی نه در آن باید افاده یابد که بیشتر تعریف و توصیف کنیم با مطیع سرایی مشغول شویم، برعکس باید ما جرأت داشته باشیم و خالصانه برای من تقدیر من بعد این ملت از کمبودی ها نیز با استفاده از اصول های علما اساسناک یعنی متدولوژی طرز و اصول نویسیم و شاید با مرور زمان سطح دانش و فراست نظریوی تصمیم گیرندگان ساحه های مختلف دولتداری رسد و مورد عمل قرار گیرد. از سبب امکاناتی کار نداشتن ما این در دولت های جهانی معاصر بود و هست و هر چقدر نظام سیاسی نامکمل باشد و افتنام علم و فعالیت ایجادی و انتلکتوالی محدود باشد و اولویت سیاست و ایدئولوژی بر علم و معارف جای داشته باشد، همین گونه مانعه ها پیدا می شد و با بهانه جلب جوانان به نهادهای گوناگون و به خصوص به این فاجعه است به نظام علم و معارف آنهایی که مهارت سخنوری دارند جهانبینی و در مؤسسه های علمی تحقیقاتی اعتراف شده بیرون از تاجیکستان به هدف ها رسیدن امروز امکاناتی کار کردن ندارند، زیرا که محیط رقابت پذیر نیست. وقتی که رقابت در اقتصادیات و در سیاست نیست بدون شک همین فرهنگ به محیط علمی و معارف نیز وارد شده است که این باعثی پیشروی دولتداری نخواهد شد و برعکس افتنامی یا صاحب اختیاری علم و معارف و هرچی که از فعالیت انتلکتوالی شخصیت های علاهیده بگذار کم باشند هم وابستگی دارد باید آزاد باشد، اما
ما به مثل آسیمی یا قبلا بابا جان غفور و غیره ها در حال حاضر در سطح اکادمی یا معاون سروزیر که عالم و محققان که ویژگی فعالیتش رابطه دارد کوپروک نداریم و در نتیجه آنها دنیای معنوی و ویژگی های فعالیت شخصیت ها رو ندارند. ما حاضر اپاننت از اپوزیسیا فرق نمیکنیم، تخریض از فعالیت اپوزیسیونی. فهمیدید؟ این چیزای عادی. و مثلا در ساحه حقوق 24 شاخه دارد، اما من ساحه های پلورالی بسیار حزبی، پارلمنت، اصول تزییح حاکم دولتی، کنستیتوسیا، ولایت قانون و غیره ها و فلسفه حقوق بررسی میکنم. در قیاس از متخصص ساحه حقوق مهنت، کشاورزی یا دیگر، خواهید نخواهید وقتی که بیشتر با حقوق سیاسی رابطه دارید یا مناسبت دارید، این به فعالیتتان نیست تاثیر میرساند و به قول مردم علمت به عمل چیار گردد قدر تو یکی هزار گردد. من دانش داشته باشم و عقل و تمیز داشته باشم اما از رساندن و به جامعه خودداری کنم خوب نه. بنابراین من از روی همین مقال مردمی کوشش میکنم که تدریجا عمل کنم. خب بیاید بگید که چی ها رو نوشتید و چرا نوشتید و این چی کدامش بنیادی بودن که میخوایم امنورش معرفی کنیم، چون کتابای شما خیلی زیاد هستن ما نمیتونیم که همین در برنامه بررسی کنیم. فقط چه بنیادیش هم میخوایم بگید چرا نوشتید و برای چی نوشتید اینا رو، پیامشون چی هستن این کتابو. اول اینکه ما طوری که شما اشاره کردید مؤلفی تقریبا 200 رساله های علمی در شکل منوگرافیا، این یعنی یک کتاب یکی خودتان می نویسید منوگرافیا در مؤلفی با یک نفر. بعد کتابی ترجیحی یا وسطای تعلیمی منویهانش منوگرافیا و برنامه های تعلیمی، وسطه های کارهای متدی و دستورها و غیره هستن. وقتی که پروفسور میگن اینا بعد میگن با یک شرط نوی پروفسور شدن، این تحت رهبری شما یا مشاوره شما چند نفر نامزد علم یا دکتر علم شدن. این دایره های معینی منفعت دار که بر خلاف منفعت و استراتژی ملی عمل میکنن ما رو نه تنها از اودیتوریا محروم کردن، اینچنین از تیار کردن کادرهای با صلاحیت و دانشمند. این دو برای همین وقتی که ما با مرور زمان گناهکار نکنن که علمش بود اما یگان نامزد تیار نکرد یا دکتر تیار نکرد بخشیلی کرد نگود، من طریق نوشتن رساله های بیشتر، کتاب های علمی و مقاله های علمی با 7 زبان اروپایی و فارسی در غیره اعتراض خودم نشان میدم و غیره. اکنون درباره اگر کتاب ها گپ بزنیم، این 4 کتاب برای مؤسسه تحصیلات میانه در همکاری با سازمان بین المللی نام شهروندی و اشتراک در اداره، یعنی تاجیکی، ازبکی، روسی و یک کتابش دستور برای آموزگار که با استفاده از کاهش عقلها چخیل در ذهن نورس و کودک جای کردن یا تشکل دادن ارزش هایی که از کنستیتوسیون معاصر تاجیک با در نظر داشت اعتراف اسناد حقوق بین المللی برمی آید. یعنی همین شهروندی و اشتراک در اداره کودک ماهیت نامش کتاب افاده میکنه. یعنی شهروند این رابطه حقوقی و سیاسی فرد با دولتی مشخص در شکل اداره جمهوری، چون در مونارخی تبع و غیره، و بی‌تفاوت بودن شهروند در اداره و سهم او در موفق بودن دولت. باید من گویم که موفق و معاصر بودن دولت داری نه در شماری از معیار زیادی کارمندان امنیتی، قدرتی و دیگر ساحه حفظی خوب، بلکه باید در اقتصادیات موفق، شفافیت دولت، حسابات دهنده بودن وی، انتخابات های مطابق با اسناد حقوق بین المللی و با در نظر داشت رأی ملت ایوه شدن قدرت و مقرر کننده ثمرناکی فعالیت دولت باید بهتر شدن سطح و زندگی باشد، نه دیگر چیز. از این خاطر در این 4 کتاب با 3 زبان سخن در این باره می‌گویم. خوب این 3 کتابی که اینجا هست درباره کنستیتوسیا همچون سند حقوقی و سیاسی، یعنی تاریخ و تحول مفهوم میرد تا 70 کنستیتوسیاهای دولت‌هایی که
قانونی اساسی دارن قیاس و مقایسه شدن. من مثلا اخیرش انکشاف کنستیتوسیونی تاجیکستان، تاریخ و دورنما، ایناش تحول کنستیتوسیون همچون قانونی اساسی، ایناش مثال تشکل کنستیتوسیون همچون قانونی اساسی در تاجیکستان از سال همون 18 29 31 37 35 37 و غیره تا نبوده شد. در زمینه این سه چیز رساله دکتری دفاع شد. یعنی من زمینه های این علاقه کنستیتوسیونالیسم اینجا سخن درباره کنستیتوسیون همچون قانون اساسی رود. در این سه کتاب دیگر با نام‌های گوناگون مثلا خودی کنستیتوسیون، تاریخ درباره کنستیتوسیون و مسئله های موردی تطبیق کنستیتوسیون در رابطه با موقع جغرافی بودن و نبودن اراده سیاسی با در نظر داشت تفاوت‌های فرهنگی میرد. مثلا این آخرین نوشتگیم در این رابطه کنستیتوسیونالیسم، پارلمانتاریسم، رفراندوم، زمینه های نظریوی و مسئله های اصولی تحقیق آن. یعنی اینجا گفت مثلا کنستیتوسیونالیسم محدود کردن قدرت و اولویت حقوق و آزادی انسان، تجربه، تاریخ و معماهای زیاد، اندیشه ها. پارلمانتاریسم اصول تجزیه حاکمیت دولتی و اولویت پارلمان در نظام قدرت. رفراندوم رای پرسی در هر گونه دولت متمدن، آغاز تحولات اجتماعی و سیاسی و اصلاحات، نه دیگر. این چیزهای ما با در نظر داشت تجربه های جهانی و واقعیت های تاجیکستان افاده کنیم و غیره. همین این چیزا رو از کجا میتونن اونها که با این مسئله شوق دارند، هوس دارند دسترسی کنند این کتاب ها؟ باید اقرار شوم که بیشتری کتابام در دایره همکاری و دستگیری با سازمان های بین المللی نشر شدند، چون مؤسسه های رسمی دولتی، انستیتوت های فلسفه، فرض کنیم حوزه حقوق و سیاست شناسی یا دانشگاه های مربوطه تاجیکستان از مبلغ گذاری این گونه منوگرافی ها خودداری میکنند. چرا چی اشکال دارد این کتاب شما که چاپ نشر نمیکنه؟ اکو اینجا آداب علمی رعایت شده است و صفر علم است و از جمله نقطه نظر انتقادی از نگاه علم و راههای اصلاح معماهایی بوده. این موضوع است. اینا چاپ کردیم. بعد این کتابی که نوشتیم همراه دخترم، زمینه مسئله های نظریوی و ویژگی های اصولی تحقیق اجرای جزای جنایتی. یعنی ماهیت کتاب در دو جمله تناسب اسناد حقوق بین المللی و حقوق تطبیق کنی در تاجیکستان در رابطه با کار و فعالیت و حالت مؤسسه های اصلاحی که اگر سخن درباره حقوق انسان میرد، اول اونجا باید ما سنجیم که قانون ما اون سنت‌هایی که به تصویب رساندیم، یعنی راتیفیکاسیون کردیم و ایمپلیمنتاسیون، یعنی مورد عمل قرار دادیم تا سطح قرارها و سنت‌های صاحبی چی است؟ اراده سیاسی آره وجود دارد، مبلغ گذاری به طلبات زمانی موافق و وابسته به استاندارد یا معیارهای حقوق بین المللی که ما به طور اختیاری اعتراف کردیم وجود دارد یا چیها را باید اصلاح کرد و غیره. این اکو من سه کتاب با زبان تاجیکی اینا برای مکتب مؤسسه تحصیلات عالی، تامین حقوقی اقتصادیات، برای دانشگاه بین المللی، ایناش برای مؤسسه های تحصیلات عالی غیر حقوق. یعنی این گپ درباره من که اول تحصیلات دانشگاهی تکنیکی دارم، این در روند مضمون ایجاد کتابام تاثیرش هست. یعنی با این محدود شدیم برای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و وابسته به سطح دانش ما نوشتیم. اینجا این برای اقتصادچی ها و حقوق شناسا دو جمله همین که چی باید کرد تا که محیط خوبی سرمایه گذاری و اقتصادی داشته باشیم تا که طریق به وجود آوردن محیط سرمایه گذاری و محیط سالم و رقابت در اقتصادیات نوابسته از شکل مالکیت و تابعیت مأموری، طریق تنظیم مقامات انداز، سوبیکت‌های فعالیت اقتصادی آزاد باشند و این زمینه موفق بودن دولتداری و تامین زندگی شایسته و کفالت‌های اجتماعی که از کنستیتوسیون برمی‌آید نیز بوده است. اما وقتی که ما در تجربه می‌بینیم که هر چاره‌بینی، معرکه‌های فرهنگی و غیره بودجه محدود است، اما با هر بهانه با سوء استفاده از مقامشان
به صاحبکار فشار میبیارن ولی احساب اونها انشاءات بنیاد میکنن ولی همزمان با اونها امتیاز اندازی نمیتین، این محیط اقتصادی را خللدار میکند. یا خود سطح فایزی قرض بانکی یا خود سطح مناسبت کروپسیونی یا منوپولیا در فعالیت های اقتصادی و غیره و غیره. این حقوق بین المللی معلوم، اینش حقوق شناسی معلوم. اینه من با چی خاطر گفتم وقتی که من بعضا ایرادهای میشنوم که ما مسئله اقتصاد باشدم پیش شاکر جان میرن، من همین نظر گفتن بودم، شما نظری همین حقوق عائله باشدم. اكو ما این تعریف نه، تعریف خوب نه، اما به هر صورت شاید هستن آدم هایی که با ساحه محدود خودشون را وای نکردن، خانه نشدن و در زمینه مقاومت ها و بعضی نافهمی ها دانش انسیکلوپدی دارند و از این خاطر در شکل‌های گوناگون اندیششون ایجاد می‌کنند. سوال من چی است؟ این کتابایی که شما نوشتید واقعا کتابای تخصصی هستند و کتابای حقوقی هستند که برای ساحه‌های علایده حقوق دخل می‌کنند. ولی شما همچون یک فردی فعال جمعیتی، همچون یک نفر بگیم نفری که اندیشاتون خیلی مشهور است و شما رو زیاد از طریق مطبوعات می‌بینند، تلاش نکردید کتاب بنویسید که برای قشرایی که کمی ساده‌تر باشد و فرا گیرد این قشرها را، یا نیت نداشتید و این کارو نکردید؟ نه چرا؟ وای مثلا این چیزا گفتیم برای ژورنالیست‌ها منه. вопрос аккредитации, создание пресс-центра, مسئله‌های بقایدگیری و تأسیس مرکزهای مطبوعات. هدف این در نظر اول ساده می‌نمود. استراتژیش همین که تامین شفافیتی دولت، طریق مرکزهای مطبوعاتی و حسابات دهنده بودن و درک احساس مسئولیت با مقصد کمتر کردن ظهورات و پدیده‌های نامطلوب. صنعت‌های حقوقی بین‌المللی که تاجیکستان به طور اختیاری راتیفیکاسیون اعتراف کرد چی طوری مسائل تنظیم می‌کند، قانون‌گذاری و واقعیت‌ها و غیره. اینجا مثلا لغت اقتصادی حقوقی برای دانشجوها و یاشو ایناش مثلا هم معرفی کانسپت اوید به رشد ورزش. من با بسیار هست دیگراشو نآوردم، همش بیارم. شما استاد منظور ما رو فهم بدید که برای شما مثلا میخواد جامعه اصلاح شود، جامعه مثلا نظر دیگر داشته باشد و خوش رویه شود، همین مردم عامه کرده چه خیلی فهموندن ممکن است که فهماندن این چیزا را؟ یک چیز است، اگر فرمایشگر من به کانسپتش معین کند و ادرارش یا امون گنرار حق الزحمتش انیخ کند و با موافقه رسیم می نویسیم، اما هر کس باید در سطح خودش نویسد. اگر اینه به زبان ساده یا عامه فهم گردانیم، آوازخوانی که سبک و اسلوبی خودش دارد یا من آدینه هاشی اینجا رو به مراد و غیره ها در نظر دارم، نه ارانجراف میکنن نه هر بیت انتخاب کنه به سرود تبدیل میتین، چون که ذوق انسانی دارن، سطح نگاه میدارن. مانیز اون چیزایی که حاضر نویسیدیم برای بعضیش برای سطح بلند، بعد می منوگرافی ها این اساس حقوقی و زمینه جهتی نوشتنی رساله های نامزدی و دکتری، این است برای اون علوم شونده ها. خب من بگذار این کار کنن. استاد فهمیدن این یک دایره مشخص است، دایره معین است، ولی ما میخوایم که جامعه را به سمت کتاب بیاریم، به سمت اندیشه بیاریم و این را پیاده کنیم. اگر لایحه شود و سازمان غیر حکومتی در دایره من که اینجا نوردین قرچیبوی دعوت کرد و در نتیجه این کتاب ایجاد شد، من این کتاب ایجاد شد، یا خود پیش از نوشتن کتاب ها اول برنامه هاشو موافقه میکنیم، شورای علمی متدی دانشگاه تصویب میکنه و غیره، بعد کتاب ها شدن. حتی بسیار متن درست خوندن نمیتونن، یعنی متن نمیخونن نمیفهمن، همین متن نمیخونن نمیفهمن. شما وضعیت را میبینید به اندیشه شما اگر از همچین فعال جامعه شهروند، یک نفری که شما یک اصلاحات در زمینهای علم میخواید و خیلی جدی میخواید که اصلاحات باشه در زمینهای علمی، خب دقیق نظرتون چی است که چیکار کنیم که مردم یعنی همون قشر آگاه ما سراسر به سر علم و دانش خواندن بیان، چی کارا را باید انجام دادن لازم است؟ وقتی که جوانان احساس میکنن که محصول زحمت آنها و سطح دانششان طریق اشتراک در آزمونهای شفاف و رعایت عدالت به هدف میرسند و قانونگذار این نظارت میکند و غیره، پس هوسمندی و موتیواسیون میان اون قشر پیدا میشد.
این آوازها سر و صداها تیز پهم میشن. فهمیدید؟ باعث تاسف است که در سالهای استقلالیت با برابری دستاوردها و موفقیت‌ها اینچنین بعضی کمبودی‌ها و پدیده ظهورات نامطلوب با واقعیت معاشرت و مناسبت طبیعی تبدیل یافتند. ما باید ریشه کنیم اصلاح کنیم. دوم، در تمام تمدن انسانی و حاضر نیست قشری نهایت کمی پیش باید دیگرهای از قفاشان برند، نه برعکس. این دو. سیوم، اکو من همدان نه، من ساحه فیلولوژی با جزئیاتش درک نمیکنم، با وجود که شعر میدونم، ادبیات میخوانم، جهتی تکمیلی زبانم، بیانم، بعضا خود تسکین بخشیدن و غیره، این چیز است. اما اگر عالم هر ساحه خالصانه و با روی آداب کسبی در محیط مساعد و سالم کار کند، به هدف میرسد. برای این مثلا در کافدرها همون پروفسورهای سابقه داره در بازنشسته کردن در کار نه، آنها هست بازنشسته ای که وابسته به رسیدن به سن و سال قابلیت فکرانیش محدود میشه، تاثیر پیرانساله احساس میکنه. لیکن هر هستن نفرایی که به سن و سال نفقه میرسن بازنشستگی، اما برعکس این تاثیر مثبت به نتیجه ها و فعالیت ایجادشان میرسوند. که گاه برای بیانتون شعر میخونید، گاه کتاب‌های بدیعی مطالعه میکنید. شما چی نوع شعر میخونید؟ همین شاعران معاصر از گذشته و چه خیلی انتخاب میکنید و کدام شعرها رو بیشتر مطالعه میکنید؟ برای تصمیم کدام شعر میخونم؟ بیشتر بیت‌های خصوصیت اجتماعی داشته رو از یاد میکنم، در حال در خاطرم میموند، چون که وای از جمله موقعی من افاده میکند و غیره. مثلا در رابطه با موضوع صحبت ما بیت هست: جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان رشته نو بافتن. یعنی اساسی موفق بودن سطح دانش است و دانش در هر لحظه کار خود درست باید انجام دهد و هر کسی که برخلاف آرمانهای ملت به طور صنعی سیاست نادرست کادریه میبرد، استعداد و انسانهای بالیاقت از نه تنها دولت داری، حیات علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی دور میکند، این به منفعت کار نیست. این برخلاف قانونهای دیالکتیک است، موقت و برای زمان معین رشد دولت باز می‌دارد، لیکن با مرور زمان در رابطه با تحولات و اصلاحات که ناگزیر است، باز شخصیت‌های پیدا میشن که برای پیشرفت کشور کار میکنن وابسته به تقاضای زمان، اما فرصت معین رو جهت اصلاحی اون کمبودی که قبلا بود تا چند سال صرف میکنن. این خراجات هم مالیوی و هم عامل‌های انسانی نیز خواهد بود. شما باید از ساحه خودتون از دیگر ساحه هم کتاب مطالعه میکنید، مثلا کتاب بدیعی؟ البته و باز مثلا حاضر اگر هم تو اکسپرامتون گویم فردوسی گفته است که اگر شاه را مادر بانو بودی، مرا سیم و زر تا بزانو بودی. اگر شاه بودی پدر، مرا برنهادی تاج سیمین بسر. چون در تبارش بزرگی نبود، نخواهد نام بزرگان شنید. غلامزادگان را ندارد امید، که زنگی به شستن نگردد سفید. من واقعیت همین است که در محفل و مجلس های گوناگون به طور سنی آدمای تصادفی جمع میکنن، دانشمندا در بنا نیستن، اون به مونولوگ یا تئاتر یک اکتور تبدیل مییابد، در نتیجه بی‌ثمر است. یا گفتی لاهوتی واقعیت امروز افاده میکند: زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت بارانی دور، آسمان را گو برو، بارندگی در کار نیست. گر فشاری روزگار آبت کند، مسکین مشو، مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نیست. گر به شرطی پای بوسی سر بماند بر تنت، جان ده و رد کن، سر افکندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بهر آزادی جدل کن، بندگی در کار نیست. این مثال از فردوسی. همین گونه بیت‌های زیاد است، همین خیلی تقریبا 500-600 میدونم. بعضا نبی من وقتی با خالی همون نبی رکتی کلیاسکتی میگردم، بعد بیت میخونم. این هم تاثیر اخلاقی دارد و همون چیزی که از ما میگن خوب برمی آید به کودک تاثیر میرساند. بعد اون رحمدل میشد، با شفقت میشد،
این جهت همین چیزهای شاید ساده باشد من احساس میکنم. یک نفرت که زیاد در جامعه مشاهده میکنید و در این طول 30 سال استقلالیت با نویسندگان و شاعران و نمیدونم ادیبان زیاد شتخیز داشتید، بود کتاب و یا شعری که در این 30 سال شما گفتید این بهترین بود، آفرین به نفر نویسنده‌اش و به کتابش، یا کتاب بود که در 30 سال اخیر از ادب بود منظورم که شما گفتید مثلا این بهترین رمان بود؟ من در دو حالت شاهدی دیدار و ملاقات فرزانه با همون جامعه بودم. در شهر خوجند زمانی که سروزیری به ذمه یحیی عظیموف داشت و اون وقت اینستیتوت پرزیدنتی نبود، سردار دولت رئیس شورای عالی بود. وقتی که فرزانه صحبت میکرد او طرز صحبتش آرام است. تالار این گونه خاموش بود و متوجه شد. فرزانه گلرخسار با چند نفر هم با یک دو نفر جوان پیدا شد، این در هجرتن. اونها واقعا هم به جرأت و وابسته به طلبات زمان ایجاد میکنن. اونها اندیشه نمیکنن که اون باعث نگرانی و ناراحتی این میشد یا وای میشد. یعنی براشون پسند است این گروه افراد. واقعیت باید بگذار برای 10 نفر 20 نفر نویسد، لیکن اون 10 نفر 20 نفری که طبع نازک و ذوق بلند دارد و وظیفه ما به طور خود معنی داد کردن و تفسیر این گونه بیت‌ها با اون دایره هایی که شیشتخیز میکنیم. این خیلی است. نویسنده های خوب هم هستند، مثل رستم خادر با چند نفر دیگر و ها در شکل رمان و پویس می نویسند و ها نیز چون نقطه نظر انتقادی دارند و نوبت از عضویت در اتحاد نویسندگان به طور مستقل و نوبسته می نویسند و اعتبار نیز دارند. بنابراین اگر خوزی میدونی تعریف و توصیف همه میکنند، بله، یک به آزمون تبدیل دادیم، بی فجر و بی مضمون و بی منطق، از واقعیت ها دور، خصوصیتی پرگماتیکی ندارد. بنابراین فاصله میان اتحاد نویسندگان و مردم بیشتر شده است، محبوبیت کمتر و مردم باز میگن که مردم تئاتر نمیرد. برای آنکه مردم تئاتر رود اونجا با استفاده از تخیلات ایجادی واقعیت های افاده کرنده کار. برای مثال برزو عبدالرزاق اگر چیزی که میماند شرط نیست که به یگان منصبدار مخول نباشد. کریتری تماشاباب و پرمضمون بودن نمایش بیننده، خواننده و شنونده باید باشد، دیگر هیچی. بلیت فروختن، مردم اشتراک کرد، رفت دید، انمون هم این باعثی منبع و زمینه های مستقلیت اقتصادی و مالیوی همون مؤسسه فرهنگ میشد و اینچنین کفالت زندگیشون بهتر. تشکر زیاد استاد، با برنامه خیلی خوش اومدید. وقتی که در این برنامه داریم محدود است، یعنی به انجام میرسه. در آخر من میخواستم این 3 کامره برنامه در اختیار شما هر پیام و اندیشه دارید برای بیننده برنامه کتابخوان و اونهایی که این صحبت رو تماشا کردن بگوید ما صحبت رو خلاصه کنیم. بیت‌های بسیار در رابطه به کتاب عقل و فراست و تمیز پیشی نظرم میآید، ولی به هر صورت با فردوسی جمع بحث کنیم بهتر است. فرستاده باید که دانا بود، به گفتن دلیر و توانا بود، توانا بود هر که دانا بود، زیدانش دلی پر برنا بود. یعنی دانش نقش خود دارد و نوبسته از معمای مسئله ها. آموزگار بگذار سطحش پس باشد، استاد یک پارگیر باشد، اما موضوع درسی که اعلان کرد دانشجو باید آموزد و با استفاده از دسترسی به منبع‌های گوناگون و الترناتیوی و زبان‌های دیگر در جهت تشکل دنیای معنوی جهان بینیش تدریجاً کوشش کند و برای نه تنها خودش اینچنین پیوندان و فرزندانش و من بعد از نقطه نظر استراتژی و دولتداری نیز تاثیر مثبت باید رساند. این آزمون ها گذراندن، مداح خانه و غیره این راه خودش دارد، اما با جرأت و جسارت افاده کردن واقعیت های معاصر تا که واگذار نمودن سیاستمداران و خدمتچیان دولتی در سطح گوناگون برای گوش شنوایی داشتن، این رسالت اجتماعی و تعیینات انتلکتوال ها یا اما ایجادکارانی واقعا آزاد بوده است. تشکر زیاد. بار دیگر دوباره میشم که در برنامه با ما بودند شاکر جان حکیموف. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشد. خدا یاری آورد.